بزرگوار همین حرف بسیار خوب زدی. حالا کسایی هستند این جنرال های خودشان بچه هایشان در اروپا خوست، در بهترین خانه و در بهترین زیر ارکندشان خوستند، در قصه نیستن. حالا میخوان 4 تا بدبخت بیچاره اولاد غریب کرد، بیگی گفته یارو بکشه. بگو امو جنرال صاحب محترم، بگو اون قماندان صاحب محترم، اگر تو بسیار غیرت داری، شامت داری، اگر مرد، حالا حرف لاولب نمیزنیم، تو اگر خودم مرد میگیری تو یک قدم پیش بان، 4 نفر دیگر از پشت به تو خود دقوندی خیر شیستی، 4 تا دیگر میگی بلند برو میخوای مردم بکشی. بگو بچه خدا، بگو غیرت داری، شامت داری، بگو بقال پیرانای زنت، لباسای زنت را به طالب الا کردی، فرار کردی، حال میخوای پس تو پیرانای زنت را جمع کنین. بگو خودت اول پیش، بعدا 4 تا دیگر پیش که حال بگی شما را میگه برادر محترم. خودشان غیرت از کلشان کوچ کرده، بیننگ و بی غیرت شدن، حال دیگه رو میگن برای شما این کار کنین.